الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر وأعن. قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله العظيم. بعد از حمد و ثنا احترامات خیش را به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما تمام بینندگان گرامی تقدیم می دارم. عزیزان گرامی، موضوع برنامه امروزی ما قهر و مهربانی، هم قهر و غضب و هم مهربانی و رحمدلی در پرتو شریعت می باشد. در پهلوی ازی خواهران ما، بزرگای ما، برادرای ما که مشکلات شرعی دارن، یعنی پاسخهای شرعی میخواین، میتوانن که سوالات خود مطرح بکنن. ما در حد توان خود، به حدی که ما معلومات داریم، انشاءالله در خدمت شما عزیزان قرار داریم و خدمتتان خواهیم نمود. عزیزان گرامی، خصلت های انسان متفاوت است. در این سلسله اخلاق که ما تا هنوز پیش آمدیم، گفتیم که اخلاقیات از جمله ستون فقرات هر جامعه می باشه. جامعه ای که عاری از اخلاقیات بود، او جامعه حیوانی است، جامعه انسانی نیست. ولو که جامعه کفری باشه، اگر اخلاقیات داشت جامعه انسانی است، اگر جامعه اخلاقیات وجود نداشت او جامعه حیوانی است، ولو که جامعه کفری باشه، اسلامی خود در جایش. و موضوعی که امروز ما گرفتیم از جمله خو و خواصی است که هر انسان در وجود خود می داشته باشه، کم یا زیاد. بعضی ها کوشش میکنن کنترل کنن و بعضی ها نمیتوانن کنترل کنن و در واقع مخاطب اصلی من خودم هستم. احادیث گرامی را میخوانم تا خودم را تلقین بکنم و شما عزیزان گرامی بشنوید، شاید به شما هم نفعی برسد. الله متعال در قرآن کریم میفرماید که و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و آنها هنگامی که قهر می شدن، یعنی پیرامون صالحین میگوید، هنگامی قهر می شدن با وجودی که قهرشان می آمد غصه می کردن، غصه خود را اعمال نمی کردن، نافذ نمی کردن، بلکه درگذری می کردن، می بخشیدن. ببینید، گذشتن از قهر یک صفتی است که آدم های خیلی بلند پایه می داشته باشد. کسایی که حلیم هستند، خاصیت حلیم می است که قهر خود را همیشه تحت کنترل می داشته باشد. هیچگاه اجازه نمی ده که قهری که بالای از او شیطان آورده یا او قهر شده و به هر سببی که باشه، انسان ها بدون سبب قهر نمی شوند. یک مسئله دومی است که ما گفتم خوها متفاوت است. بعضی انسان ها خوی جلالی دارن، خوی تیز دارن، و بعضی انسان ها خوی حلیمی دارن، خوی نرم دارن و اینها بهترین انسان ها هستند. اما قهرمان کسی است که قهر خود را بخوره. قهر خود را بخوره یعنی هنگامی که قهرش میکنه، قهر خود را اظهار نمیکنه، او را نافذ نمیکنه، او را بر سر کسی که آمده جاری نمیسازه. و یک صفت دیگری از آدمای بسیار نیک الله متعال بیان کرده: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی از جمله کسایی که صالح هستند، یکی از خوهای خوبی که دارن همی است که قهر خود را میخورن و از مردم میگذرن، مردمان را میبخشن، بخشش را همیشه پیش رو می داشته باشند. همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده، طوری که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. میگه قهرمان کسی نیست که نفر مقابل را چپه کنه. قهرمان او را ما نمیگوییم که نفر مقابل خدا به زمین بزنه. انما الشدید بالسرعه عند الغضب، انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. میگه قهرمان کسی است که هنگامی که قهر میشه و خود کنترل میکنه.
هنگامی که قهر میشوه خود کنترل میکنه، پس این قهرمان شمرده میشوه. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین شخصی که قهر خود را میخوره قهرمان گفته. بله، تماس برادرمان رو میگیریم، پس دوباره برمیگردیم. بفرمایید زی برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله بخیر باشید. بفرمایید سوالاتون. خب خب در خانه شما سوداآور و کارکن هستین، کارگر هستین؟ خب اینال برادرای دیگرت متأهل هستن یا مجرد؟ جدا زندگی میکنن؟ خب بفرمایید. خب دیگر با برنامه باشد انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. عزیزان گرامی، حدیث دیگری از ابن عمر رضی الله تعالی عنه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: ما من جرعة اعظم اجرا عند الله من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجه الله. میگه جرعه یعنی لقمه ای که یا امو لقمه آب را جرعه میگن، یک قرط آب. میگه امو یک قرط آبی که یک چیزی که تو را داخل وجودت میکنی، یک جرعه اجر نزد پروردگار همو است که انسان هنگام قهر غضب خود را، غیظ خود را میخوره فقط برای رضای پروردگار. میگه هیچ لقمه نزد پروردگار اجرش آنقدر نیست چقدر که خوردن غضب اجر دارد. هر قدر قهرت نزد پروردگار به خاطر رضای پروردگار تو بخوری، قهرت بگذاری، ترک بکنی، الله متعالی ما قدر اجر پاداش میده. الله متعالی تمام ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. چه حدیث زیبایی است. پیامبر صلی الله علیه و آله چه راهنمودی فرموده. یعنی از اینکه بزرگتر تشویق چی است؟ اکثر ما به خاطر مشکلات هایی که در زندگی داریم بیشتر غضب را یا خوی بدی که ما داریم، یعنی بدخویی را بالای خود حاوی کردیم، بالای خود ما او را مسلط کردیم و هرگاه که هر چیزی میشوه زودتر نتیجه خود، عکس العمل خود ما ظاهر میکنیم، نشان میدیم. عکس العمل نشان دادن این کاری خوب نیست و متاسفانه من دمی مرض گرفتار هستم. الله متعال شفا نصیب کنه. حدیث دیگری است که سهل بن معاذ رضی الله تعالی عنه از پدرش نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من ای الحور العين شاء. سبحان الله. عزیزان گرامی، حدیث دومی است که در فضیلت خوردن قهر و غضب اینجا نقل شده. حضرت سهل بن معاذ از پدرش نقل میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که قهر خود را میخوره در حالی که قادر به این است که قهر خود را اعمال بکنه، او را نافذ بکنه، میتونه نفر بزنه، میتونه از نفر انتقام بگیره، لیکن از قهر خود میگذره، او را میخوره، او را دفع میکنه،
میگه الله متعال چنین شخص را روز قیامت در روبروی تمام مخلوقات میخواهد و او را میگوید که به خاطر صفتی که تو داشتی حالا پاداش شمی است که از هر حوری که تو خواسته باشی من ای الحور العین شاء توی را بگی و برای خودش انتخاب بکنه. یعنی میتوانه که الله متعال چنین پاداش بزرگ را برای کسی بدهه که قهر خود را میخوره. و قهر خود را برای چی میخوره؟ به خاطر رضای پروردگار. نمیخواه شیطان را راضی بکنه، نمیخواه کسی را ضرر برسانه. یک قهر یا یک غضب بسیار ضرر داره. من همیشه تجربه کردم که بعد از قهر شدن یا اظهار قهر تا یک هفته را من تأسف میخورم و پریشان میباشم و با خود مراجعه میکنم چرا چنین شد، چرا نمیکنی، چرا توبه نمیکنی، چرا زبان تا بسته نمیکنی. لیکن در حالت قهر تا قهر است، درجه تا درجه غضب است. در یک وقت انسان شیطان قدر سرش حاوی می باشه، قدر سرش قادر می باشه که هر چیزی که خواسته باشه سرش انجام میده. راه حل چی است؟ راه حلی است که آدم باید در رمو حالتی که سرش قهر آمده، سرش غضب آمده، جای خودم تغییر بده، یا سکوت بکنه، یا استغفار بگه، اعوذ بالله بخونه، یا برای وضو بگیره، 2 رکعت نماز بخونه، حالت خود مقصد تغییر بده. احادیث پیرامون ازی پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنن که ابن عباس رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر نمودن که علموا و یسروا ولا تعسروا و اذا غضب احدکم فلیسکت. 3-4 امر. اولش میسته که یاد بدهید، یعنی علم را یاد بدهید، علم را علموا، علم را بیاموزید و یعنی آموزگار شوید، استاد شوید و به دیگران بیاموزانید. هم خود بیاموزید و هم به دیگران بیاموزانید. علموا و یسروا و آسانی بیاورید، در امور سختی نکنید، با مردم رفتار درشت و خشین نداشته باشید. ولا تعسروا و سختی نیاورید و سختی نکنید، درشت نباشید، آسان باشید، نرم باشید، نرم خوب باشید. و اذا غضب احدکم فلیسکت. اینجا راه حل قهر و غضب گفته. میگه هرگاه یکی از شما قهر شوه باید چی بکنه؟ سکوت کنه، زبان خود بسته بکنه، دهن خود را بگیره، زبان زیر دندان خود بجوه. بعضی اوقات ای هم از توان انسان خارج می باشه. یک نوع جنون سر آدم طاری می شوه، انسان نمیتونه خود کنترل بکنه. عزیزان گرامی، یکی از برادرای ما که سوال نمودن، سوالشان میگیریم، پس دوباره به موضوع برمیگردیم. برادرمان از کابل تماس گرفتن، گفتن که گرفتنی بعضی اشیا یا مثلا چیزی که در خانه پدر است و با پدر مادر زندگی میکنه و نانآور و نفقه آور خانه است، این در حق دیگر برادرها یا دیگر برادرها حق دعوا کرده میتوانه نمیتوانه. تقریبا حال و احوال اکثر فامیلا همه تو یک مسئله است. در اینجا ما خیلی مسئله را واضح بکنم و بگویم که عزیز برادر، یک انسان بعد از 18 سالگی شخص مستقل دارای مکلفیت های شرعی و قانونی می باشد. هر چیزی را که شما کسب و کار بکنید او از شما است، در او کسی حق دعوا کرده نمی توانه. شما به کسی خواسته باشین می بخشین ما گفتم، شما به دل خود میتین، به پدر و مادر و برادر و خواهر و دیگر هر کسی. یک مسئله دیگری است که خواهرها یا برادرایی که ازدواج کردن جدا شدن، او مسئله هم به خود آنها برمیگرده. از خود خانه دارند، کاشانه دارند، زندگی دارند، تمامش مال متاع شخصی آنها شمرده می شود. کسی در حق آنها دعوا کردن نمیتوانه مگر چیزی را که آنها خودشان ببخشند، بدهند، تسلیم کنند. 2 مسئله سوم می شود که برادرها، خواهرایی که زیر دست داریم ما، کم سن هستند یا مثلا بسین هستند لیکن غریب هستند، ناتوان هستند، زیر کفالت ما قرار دارند، حق آنها بالای ما است. ما آنها را گفته نمیتونیم که تو نفقه تو سر ما نیست. نه خیر، نفقه برادر ناتوان، نفقه خواهر ناتوان، نفقه برادرای مجرد خرد زیر دست مکلف و همچنان خواهرها، پدر و مادر بالای دوش کسی که در خانه می باشد
و سرپرستی فامیل داره بالای از اون می باشه. 3 مسئله شد. مسئله چهارم یک میایه که در اینجا که خواهرها و برادرها جدا شدن لیکن پدر و مادر وجود داره و ملک و موا دارایی پدر و مادر وجود داره، یعنی ارث، یعنی احتمال داره که برادرها خواهرها دعوای وراثت بکنن که ما در خانه حق داره، ما در زمین حق داره، ما در ایتو، ما در اوتو. عزیزی برادر، هر آنچه که از پدر است او از پدر است. در زندگی پدر کسی حق ارث دعوا کرده نمیتواند، اما هرگاه که پدر وفات بکنه باز خواهرها و برادرها چیزی که هستن حق ارث دعوا کرده میتوانند. تا او وقت او مال و موای پدر است، در او اختیار داره کاملا هر رقم استفاده بکنه. تماس خواهرمان میگیریم، پس دوباره برمیگردیم. بفرمان خواهر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بخیر باشید خواهر عزیز. درست است. شما امی صدای تلویزیون تا بسته کنین. خب درست است. نماز صبح را پیش از نماز. بفرمایید. بفرمایید. گفتم بفرمایید، سوال دارم مطرح کنین. روی برف یا بحر؟ خب دیگر؟ خب صحیح شد. دیگر؟ خب درست است. انشالله با برنامه باشه راهنمایی خواهم کرد. عزیزی برادر، انشاءالله که سوالات را جوابات را گرفته باشید. من گفتم که مال و موای پدر مال و موای شخصی پدر است. در او استفاده از او در تصرفی از او اختیار کامل داره. به هر پسرش که بته، هر قدر بته، کسایی که خرد هستن مثلا زیر سن هستن، او نفقه از او برمیگرده و پدر اگر پدر نداره سر برادرها و چپه میشه و باید برادرها نفقه اونها را بکشند. به هر حال اما چیزی که از پدر و مادر است، خانه است، زمین است، هر چی کی است، ولو یک توشک و یک تکیه است، او مال و موای پدر است. در زندگی کسی به او حق دعوا کرده نمیتونه و هر چیزی که شما بگیرید در اون خانه به طوری چون که زندگی مشترک و مشاع است استفاده بکنید مشکل نداره. اما کسی حق دعوا بکنه، این حق ارث بعد از مرگ پدر میتونه دعوا بکنه. در زندگی پدر هیچ چیزی نداره. ان شاء الله که سرتان خلاص شده باشه. خب یک سوال دیگه مطرح میشه و که کسی که در زندگی با پدر و مادر مشترک است، آیا میتونه که از خود چیزای شخصی داشته باشه، توشک، پرده، دیگه سامان و اوزار خانه، وسایل خانه از خود شخصی داشته باشه؟ بله. کسی که از پول شخصی خود هر چیزی را بخره، او سامان یا وسایل خانه، حالا هر چیزی که باشه، ماشین باشه، هر چیزی که باشه، وسایل شخصی اون نفر می باشه و او میتونه که او را به طور تبرع به استفاده بگذاره یا او را قید بکنه، بگه که از خودم از خودم استفاده میکنم. بهتر می است که در خانه بگذاره همه استفاده بکنن، چون که نمیشه در زندگی مشترک تو بگویی از من سوی از تو نیست. مسئله دوم که شما سوال کردین، خانه در پهلوی قبرستان هیچ مشکل نداره. هیچ مشکل نداره. خب بعضیا شاید بگوین که اگر قبرستان طرف قبله است و خانه مثلا قبرستان در پهلوی خانه نیست بلکه در روبروی قبله خانه، یعنی هر طرفی که در خانه هستین، هر طرفی که قبله است روبروی قبله قبرستان است. اینال عزیز برادر، اینجا شما می توانید که امی دیوار مثلا حائل می آید، دیوار که حائل شد قطع شد، دیوار اولی و بعد از او دیوار خانه هیچ گونه مشکل را در ادای نماز در دیگه نمی آورد. بهتر می است که مسائل ما بفهمیم و زیاد مشکلات را نظر. خانه که جور میکن در پهلوی قبرستان هیچ مشکل نیست. در پهلوی قبرستان است
بعضیا یک گپ دیگر هم میگن، اینجا ما متوجه بسازم. میگه کسی که خانهش در پهلوی قبرستان است، در اونجا جن و غیره و غیره و غیره و غیره می باشه و خوفناک می باشه، وحشت می باشه، وحشت قبرستان در خانه طاری میشه و تاریکی می دیگه می. عزیز برادری، گپای وهمی هستن. البته کسی که در خانهش ولو که در قصر باشه قرآن خوانده نشوه، نماز خوانده نشوه و ذکر و عبادت صورت نگیره و پابندی به احکام شریعت وجود نداشته باشه، ولو که در بین شهر باشه، در بین قصرها باشه، او تاریک است، او وهم زده است، او گرنگ است، او ازمین است. خانه ای که قرآن خوانده شوه، تلاوت شوه، نماز باشه، طاعت و عبادت باشه، ولو که در پهلوی قبرستان باشه، هیچ مشکلی نداره. خواهرمان از تخار سوال نمودن که نماز صبح را پیش از نماز عصر قضا آوردن می توانند؟ بله خواهر عزیز، اگر پیش از نماز عصر شما فجر را، نماز فجر را قضا بیارید، با پس از اون نماز عصر را بخوانید، می توانید، مشکل نداره، درست از جایز می باشه. البته بعد از عصر، بعد از نماز عصر نفل و قضا آوردن بعضی نمازها مکروه می باشه، نباید خواهرای ما یا برادرای ما بخوانند. سوال دوم است که خواب دیدن که روی برف روان هستند. خواهر عزیز، برف از جمله اموری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط از او پاکی گناه ها را خواستند. اللهم نقنی من الخطایا ثلج والبرد رقم حدیث مبارک است که پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از دعای استفتاح می‌خواندند. لحاظا تعبیر خواب شما همی است که اسباب شما انشاءالله در راه نیک می روید، اسباب پاکی از گناه ها و راهی که شما انشاءالله در او می روید، اوجا الله متعال شما را پاک میکنه و در برای خوب می روید. چرا؟ وقتی که برف می بارد، ظاهرا هم که ما می بینیم، وقتی که برف می بارد کوچه های خام که لای می داشته باشه، برف دمی لای هم می گیره، نمیمونه که خاک لای شه. برف قطع آبی برف کالا شسته شود بسیار زیاد پاک میکنه، باعثی پاکی است. پس لحاظا تعبیر نیک داره، تعبیر خوب داره. الله متعال همه ما شما را به سوی نیکی هدایت کنه. پس برمیگردیم به سوی موضوع که پیرامون غضب احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را ما خواندیم و گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرمود که علم بیاموزید و بیاموزانید، علم را بیاموزانید و آسانی بیارید، سختی نیاورید در تمام امور زندگی. قید نیست که فقط در امور دینی و در تمام، در اخلاقیات، در امور دین، در معاش، در معاد، در کل چیز. و سومی است که هر کسی که هرگاه قهر می شود باید خاموش شود. پس یکی از راه های کنترل غضب، یکی از راه های علاج قهر سکوت است. هر کسی که زبان خود را کنترل میکنه او میتواند کامیاب شود. و همین زبان است که انسان در دوزخ میبره. الله رحم کنه، این نامه اعمال ما یا رقم جالی وری معلوم میشود. هر عملی را که مثلی که کسی که یک سبت بگیره زیر نل بمانه، آیا داخل سبت آب گرفته میتوانه؟ نه خیر. کسی که زبانش از کنترل خارج است، کسی که زبانش از کنترل خارج است همانند سبتی است که زیر نل است، یعنی کسب اعمال میکنه لیکن او را جمع کرده نمیتوانه. از یک طرف داخل سبت میآید، از دیگر طرف بیرون میشود. یک وقفه کوتاه داریم، پس دوباره برمیگردیم، با ما باشید. عزیزان گرامی خوش آمدید. پیرامون کنترل غضب میگفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله صفاتش، از جمله شمائلش که برای ما رسیده و روایت صحیح همین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه الفاظ فحش، الفاظ لعن و طعن‌آمیز استفاده نمیکرد. و همچنان کسی که مثلا کار ناشایسته را انجام میداد باید برش میگفت که تریب جبینک، یعنی پیشانیت خاکالود شود، پیشانیت خاکالود باد. و این علامت به این معنا میگه وقتی که ما میخوایم که خاکالود شیم، سرمان در زمین، پیشانی در زمین میمانیم.
اما پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه هنگام غضب لعن، طعن و دشنام یا سخنان ناشایسته نگفته. و بعضی گپایی که آمده مثلا گفتن تریبت یداک، تریب جبینه، تریب جبینک، اصطلاحات عام و عرفی زبان عربی بود که به معناهای نیک استفاده می شدن، دشنام نبودن. حدیث دیگر را می گیریم، پس می رویم به سوی مهربانی که حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه می فرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. این حدیث دومی است که در راه کنترل غضب برای راهنمودی مسلمانان فرموده شده. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که پیامبر صلی الله علیه و به ما گفت که هرگاه یکی از شما قهر شود در حالی که او نشسته است و هو قائم، یعنی او ایستاد است، یعنی او ایستاد است، پس چی بکنه؟ فلیجلس، حالت خود تغییر بده، بنشینه. کسی که قهر شده اگر ایستاده است بنشینه. اگر از وجودی از او غضب دور شد خوب، اگر خوب نشد حالت خود باز تغییر بده، یعنی بخوابه، فلیستجع، دراز بکشه. حدیث دیگر میاد که میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید صلی الله علیه و سلم، میگه آتش، یعنی انسان که قهر میشه و شیطان بالای آدم یعنی حاوی میشه و غالب میشه، و چون که شیطان از آتش است قهرم انسان آتشین میکنه. پس باید ما به خاطر خاموش کردن قهر خود وضو بگیریم. یعنی میگه وضو بگیرید، شما به خاطر خاموش کردن قهر باید انسان وضو بگیره. وقتی که وضو بگیری شیطان فرار میکنه و انسان سرد میشه و حرارت شیطانی از وجود انسان بیرون میشه. وضو بسیار فواید دیگری دارد. و یک رای دیگری می است که میگه هرگاه قهر کردی وضو کردی بازم نشد، میگه به نماز شروع کن، 2 رکعت نماز بخوان. پس بهترین راه های کنترل قهر و غضب چی شد؟ اول سکوت، دومش تغییر حالت. چی مطلب؟ اگر استاد هستی در جایت بنشین، اگر نشسته هستی دراز بکش، اگر حالت به طور مثال دیگر که وضو بگیر، اگر وضو گرفتی بازم قهرت نشست یعنی درست شد خوب، اگر نشد باید به 2 رکعت نفل مشغول شوی. این 5 راه بود. چی راه های نیکی است برای کنترل قهر و غضب. عزیزان گرامی، قهر و غضب صفتی بود که انسان را به سوی خرابی ها میکشاند. به سوی چی؟ به سوی خرابی ها. و در ضد ازی مهربانی است، رحم است، مهربانی، رحم دلی، نرمش، حلم. و الله متعال پیرامون پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام فرمود محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، که بدون شک محمد پیامبری خدا هست و کسانی که با پیامبر هستند. والذین معه یعنی صحابه کرام، اشداء علی الكفار رحماء بینهم، اینها بر کفار سخت هستند یعنی شدید هستند، اما در میان خود بسیار مهربان و رحم دل هستند. عزیزان گرامی، صحابه کرام طایفه است که قرآن آنها را تزکیه نموده، خوبی هایشان را بیان کرده، از آنها رضایت خود را الله متعال در قرآن کریم بیان کرده و در قرآن کریم برای تمام آنها جنت را اعلان نموده. پس ما چنین عقیده را داشته باشیم که صحابه کرام کلشان عدول بودن، مردمان نیک بودن و دین را طوری که نازل شده بود به ما رساندن. همچنان در قرآن کریم توصیه شده که وتواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، یعنی کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میتن، اینها از جمله خوبی هایشان نیز می است که همدیگر را به صبر تلقین میکنن، به صبر توصیه میکنن و بر رحمت و همدلی نیز توصیه و تلقین میکنن. همدیگر را چی میگن؟ مهربان باش. همدیگر را میگن بگذر. همدیگر را میگن درگذری کن، درگذشت داشته باش و نرم خوب باش. یکی از عادت هایی که باید تمام ما و شما داشته باشیم او خیرخواهی در حق همدیگر است.
خیرخواهی به معنای چی؟ هرگاه یک کار خوبی یک از دوستا را، یکی از کسایی که با ما هستن دیدیم، تشویق بکنیم، بگویم جزاکم الله خیرا، دست درد نبینه، مهربان هستی، همکار هستی، خداوند اجرت بده، خداوند پاداشت بده. و هرگاه یک کار بد و یک کار زشتشان دیدیم، به تنهایی او را بکشیم ببریم، بگویم اندی والی کارت خوب نیست، این مناسب نیست، مناسب حالت نیست، مناسب شأنت نیست، ما مسلمان هستیم، نباید چنین کار را انجام بدیم، نباید چنین کاری از ما سر بزنه و تلقین بکنیم که به سوی چی؟ به سوی خیر، به سوی نیکی. این همی حق شناسی است. تماس خواهر ما را میگیریم، پس دوباره به سوی موضوع برمیگردیم. بفرمایید خواهر عزیز. بله. و علیکم السلام و رحمت الله. خب نماز قضایی را در کدام وقتا بخوانیم؟ درست است، با برنامه باشد انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. عزیزان گرامی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که در مجلس با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شد که یا رسول الله ادعو علی المشرکین، بر مشرکین دعای بد بکو. ادعو علی المشرکین. قال اینی لم ابعث لعانا و انما بعثت رحمتا. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابشان فرمود که ما لعنت کننده فرستاده نشدم که بر دیگران دعای بد بکنم، آنها را لعن کنم، آنها را طعن کنم، بلکه من رحمت فرستاده شدم، سبب رحمت و مهربانی بر شما فرستاده شدم. عزیزان گرامی، از اینجا ما یک گپ را آموختیم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه کامل برای ما و شما است. چی مطلب؟ یعنی ما باید از او الگو بگیریم و زندگی خود مطابق سنتی از او عیار بکنیم. همیشه تأکید ما برمی است که ما باید عقاید خود را، اعمال و عبادتهای خود را، زندگی خود را، اخلاقیات خود را، تمام بخش هایی که مربوط زندگی ما میشه و مطابق سنت رسول الله عیار بکنیم. این بسیار آسان است. مشکلاتی که رخ میده به خاطر همین است که ما مطابق شریعت خود عیار نمیکنیم، بی برکتی رخ میده، بسیار کارهای دیگری. ببینید یکی از اموری که در این زمانه بسیار زیاد رواج است، لعن کردن، طعن کردن، دشنام دادن. ولی در این اواخر خب باز بعضی تو طایفه برآمده که حتی مسلمان ها را مسلمان نمیدانن. این یک بلای دیگه، یک مصیبتی دیگه. تماس خواهرمون رو میگیریم. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر عزیز. بفرمایید. سوال از این که عمل فلسفه که در خواب آمده کردیم که بار خواب میبینیم را سوال دیگه نه سوال دیگه دارم که خواب آمده میکنیم که در مسجد میشه جواب داره بس میریم دیگه نماز اجازت اوستیم که هر وقت نماز اجازت بخونه دعا قبول میشه، نماز اجازت در چی وقت خونده میشه میره اصلا معلومه. خواه درست است، با برنامه باشد انشالله در سوال دیگه مولای شد که همیشه گاو خواب میبینیم، گاو میگن سیاهی چی خواب میبینید؟ گاو. درست است دیگه. با برنامه باشد انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. عزیزان گرامی، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگیشان هیچگاه لعن و طعن نمی کردن. نباید ما هم لعن و طعن بکنیم و کسی را. حالا خو یکی در مردم حتی صحابه کرام لعن و طعن میکنیم، مناسب نیست. و حتی مادرها اولادای خود لعن طعن میکنن، این مناسب نیست. و دوستا بین خود سخنان بسیار زشت استفاده میکنن، دشنام خواهر و مادر میزنن، عادی، یعنی از دیگر خفه نمیشون سری از او. این بسیار بد است. همچنان دکاندارا، کسایی که مشتری می باشن وقتی که
معاملهشان نمیشه و مشتری که روی میگردانه او که یک ذره دور میاد پشتش دو میزنه. یعنی این کلگی از این کارهایی است که الله متعال از ما راضی نمیشه با این کارا، بلکه خفه میشه و اعمال نامه ما سیاه میشه. حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یرحم الله من لا یرحم الناس. ببینید این حدیث صحیح از بخاری شریف است. جریر ابن عبدالله می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الله بالای کسی که بالای مردم رحم نداره رحم نمیکنه. الله بالای کسی رحم نمیکنه که بالای مردم رحم نداره، مهربانی نداره، دلسوزی نداره. کسی که بر مردم دلسوز نیست الله هم بالای از او رحم خدا، رحمت خدا، مهربانی خدا ارزان نمی داشته باشه. درست است؟ ببینید بسیار کلان گپ است. و همچنان حضرت عبدالله ابن عمرو روایت کرده و ای با پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسانم، تقریبا از جمله احادیث مسلسل است که میفرماید الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کنندگان کسانی هستند که الله متعال آنها را رحم میکنه، بالایشان رحم میکنه، مهربانی میکنه، آنها را در فضل و شامل فضل خود میگردانند، شامل رحمت خود میگردانند. پس امر شده که ارحموا اهل الارض یرحمکم من فی السماء. پس شما بالای اهل زمین، کسایی که در روی زمین هستند، انسان، حیوان، هر چیزی که وجود دارد چهار اطراف ما و شما، بالایشان رحم کنید، مهربان باشید، دلسوز باشید تا الله متعال، یعنی کسی که در آسمان است، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کسی که بر روی زمین است بالای از او رحم بکو تا او ذاتی که در آسمان است بالای شما رحم بکنه و شما را ببخشن. برمیگردیم به سوی سوالات خواهرای ما. خواهرمان از بخ پرسان کردن که نمازهای قضایی در کدام وقتها ادا شود، یعنی کدام وقت است که خواهر عزیز در تمام اوقات نمازهای قضایی را شما می توانید بخوانید جز 5 وقت. و 5 وقت کدام است؟ هنگامی که بعد از نماز فجر، بعد از نماز فجر یعنی بعد از خواندن نماز فجر دیگه شما نمیتونید نماز قضایی را بخوانید تا وقتی که آفتاب میبراید. هنگام آفتاب برآمدن، امی وقتی که آفتاب برآمدن به طلوع شروع میکنه، الى شروق میگن، در این وقت تا 20 دقیقه الى 15 الى 20 دقیقه تا 20 دقیقه را شما نمیتوانید نماز بخوانید. بعد از اجازه دارید نمازهای نفلی خدا بخوانید تا وقت زواله، تا وقتی که آفتاب تا در مابین آسمان میبراید، یعنی نصف میشود. در وقت زوال نیز نمیتوانید نماز بخوانید تا وقتی که زوال صورت نگیره، یعنی 15-20 دقیقه در این وقت هم شما نمیتوانید نماز بخوانید. پس از او بعد از نماز عصر، یعنی نماز عصر که اگر خواندید پس از او نمیتوانید نماز قضایی را بخوانید تا شام، و با هنگام شام که آفتاب به غروب می روه، هنگام غروب که 15-20 دقیقه می باشد نیز شما نمی توانید هیچ گونه نماز قضایی یا نفل را بخوانید. این 5 وقت است: بعد از نماز فجر تا وقتی که آفتاب می برایه، هنگام آفتاب برآمدن که 15-20 دقیقه می باشه، هنگام زوال 15-20 دقیقه می باشه، هنگام بعد از نماز عصر و هنگام غروب آفتاب. غیری از این شما بعد از نماز شام تا خفتن، بعد از خفتن و همچنان بعد از اشراق تا نماز پیشین، بعد از نماز پیشین تا نماز عصر شما میتوانید نمازهای قضایی خدا به راحتی بخوانید، هیچ اشکالی نداره. نمازهای قضایی را که میخوانید فقط نمازهای فرضی را ادا میکنید، سنت ها قضایی ندارن، سنت ها قضایی ندارن، فقط فرض و واجب، وتر واجب قضا می شود. و نکته دومی است که هنگامی که شما نیت میکنید اگر نمازها زیاد است پس شما بگویید که آخرین نماز قضا شده یا اولین نماز قضا شده، اولین نماز قضا شده ظهر، اولین نماز قضا شده عصر، اولین نماز قضا شده مغرب عشاء همچنان. پس شما آخرین یا اولین نماز قضا شده گفته نیت بکنید و نماز قضای خدا ادا بکنید، هیچ مشکل نداره.
تماس برادرمان رو میگیریم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. شکر جوری مولوی صاحب محترم، خوش شدم که بسیار با شما امروز هم صحبت شدم، صدایتان از نزدیک شنیدم، بسیار خوش شدم مولوی. خواهش میکنم. سلامت باشین عزیز برادر، در حق ما دعا بکنید. مولوی صاحب مولوی صاحب میشنوید؟ بفرمایید. میشنوم. بله مولوی صاحب عمل کردم در این نماز خرسان در صلات وتر وادی آخر که هسته بله دعای کنید تا یاد ندارم، گفتم از خودتان کمک بکنید که دعای خودتان برم کمک کنید و اینکه مولوی صاحب من دارم پریشان میشم، افسرده میشم، همیشه چیز مرا رنج میدهد. خب چی چیز رنجت میده؟ چیزی هسته که محسوس شود، دیده شود؟ بله خب نگران آینده خودستان که میگم از این چیز نشدم آنگیم چطور میشه. خب درست است. درست شد دیگه. بله عزیز برادر با برنامه باشید، انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. خواهرمان از کابل تماس گرفتن، گفتن که خواب میبینم در مسجد هستم و گاو خواب میبینم. خواهر عزیز، یه خوابی که شما میبینید در مسجد هستین بسیار خوابی نیک است. یعنی شما در سایه، در دایره فضل پروردگار قرار دارید، در دایره رحمت پروردگار قرار دارید، زیرا که بهترین مکان، بهترین جای نزد پروردگار مسجد است. پس شما وقتی خواب میبینید که در بهترین جای قرار دارید، به این معنا است که الله متعال شما را در سایه رحمت خود قرار داده، چرا که هر کسی که در مسجد میروه شامل رحمت پروردگار میشود. و خوابی که دیدین شما گاو میبینید، اگر گاو میبینید، گاو خو نعمت است، نعمت پروردگار است. اگر گاو برایتان یعنی روزگاری شماست، اگر گاو خواب میبینید که گاو فربه است، یعنی روزگار شما به سوی خوبی میروه. اگر شما خواب میبینید که گاو لاغر است، یعنی به این معنا که روزگار شما خدا نکنه به سوی تنگی میروه. اگر بسیار زیاد لاغر بود بسیار زیاد، اگر کم بود کم. به هر حال خواب تا خواب است، بیننده تا بیننده است. ما اگرچه نمیپسندم در تلویزیون تعبیر خواب بگویم، مناسب نیست، به خاطری که ما یعنی یکی از شروط تعبیر خواب می است که شخصی را که تو تعبیرش میگویی باید او را شخصا بشناسی. لحاظا برای ما مشکل است که در اینجا از پشت تلفن ما یک نفر بشناسم و بگم که چه رقم انسان است، چه رقم زندگی داره، تا که همین خواب تا خواب است تعبیرش فرق میکنن نسبت به همون شخص. و همچنان خواهرمان سوال نمودن که نماز حاجت چی وقت خوانده می شود؟ خواهر عزیز، نماز حاجت غیر اوقاتی که نو پیشتر ما اشاره کردم 5 وقت که ذکر کردم، بعد از نه 3 وقت نماز حاجت، غیر از 3 وقت میتونین شما بخواید نماز حاجت، اینکه به سبب است. شما می توانید که هنگامی که یک ضرورت براتان پیش می آید وضو بگیرید، پس از او بیاید 2 رکعت نفل بخوانید، پس از 2 رکعت نفل دست خود را نزد پروردگار بالا بکنید و دعا بکنید. این میره نماز حاجت میگن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه، پرسان میکنه و پیامبر صلی الله علیه و آله چنین چیزی را با ابوبکر صدیق یاد میده که کسی که وضو میگیره و 2 رکعت نفل میخوانه، حاجت خود را به الله متعال پیش میکنه، میگه الله متعال حاجتی از او را رد نمیکنه، دعای از او را قبول میکنه و مشکل از او را ان شاء الله رفع میسازه. این میست. بعد از اشراق نماز حاجت بخوانید. بهترین وقتش نیمی شب است. نماز حاجت آن در نیمی شب بخیزید. اگر زیاد خواب ثقیل و گران دارید، بعد از 12 بجه شب 2 رکعت نماز بخوانید. نزد پروردگار شما درد دل خود به زبان مادری خود بگویید. الله متعال تمام دردها را بدون از اینکه بنده بگوید میفهمه. لیکن آدم باید اظهار عجز و افتقار بکنه. ما فقیر هستیم نزد پروردگار، با اون نیازمند هستیم، محتاج هستیم. چرا ما باید از بیان حاجت خود، از سر خم کردن نزد پروردگار ما حیا بکنیم؟ نباید چنین چیزی باشه.
تماس خواهرمان میگیریم، پس دوباره برمیگردیم. بفرمایید. گمانم تماس خواهرمان قطع شد. به هر حال برادرمان نوید الله از کابل تماس گرفتن، گفتن که دعای قنوت یاد ندارم. برادر عزیز، دعای قنوت در کتاب‌های نماز آسان نوشته است. کتاب‌های نماز 10 روپیه 15 روپیه میته، بسیار نماز آسان. بخرید و نزد یک کسی که یاد داره در خانه، اگر در خانه کسی نیست، یک کسی دوستا باشد، دوستا کسی نیست، امام مسجد بروید. در تعلیم علم شرم و حیا نیست، در تعلیم فرایض اصلا شرم و حیا واجب، یعنی حرام است. شرم و حیا در تعلیم فرایض جایز نیست. پس ما چی بکنیم؟ بریم بیاموزیم. یک. دوم، اگر کسی که نماز وتر میخوانه دعای قنوت یاد نداره، یک دعای دیگری که یاد داشته باشه رو بخوانه. یعنی اللهم ربنا اغفر لنا رو بخوانه. اگر او را هم یاد نداره 3 دفعه رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی بگویه. 3 دفعه رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی بگویه. اگر ای را هم نمیتونه چه قاصد رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. اگر ای را هم نمیتونه تسبیح و تحمید پروردگار بیان بکنه. بسیار آسان است. الله متعال آسانی را بیان کرده. دینی آسان. الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه. دین آسان است. هر کسی که دین سخت میگیره، دین بالای از او غلبه میکنه و بالای از او سخت میشه. برادرمان از بفرمایید. برادر عزیز، سوال دارم مطرح کنید. گمانم که تماس برادرمان قطع شد. و سوال دومی که برادر بفرمایید برادر عزیز. ارتباط خانه کعبه شریف بود که چرا خانه کعبه شریف رنگ تنها پرده سیاه است و چرا اگر رنگ یا پرده سبز باشد یا دیگر رنگ‌ها باشد چه اشکالی دارد؟ خب دیگه درست است. با برنامه باشد انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. و برادرمان گفتن که رنج میبرم، تشویش میکنم. عزیزی برادر، یکی از کارهای مهم شیطان خفه کردن مسلمان ها و بندگان مؤمن است. بسیار خوش میشود شیطان که انسان ها رنج ببرند بدون یک مسئله دومی است که انسان گناه های متفاوت انجام میده، گاهی پنهانی گاهی آشکار. گناه های پنهانی که هیچ کس به او پی نمیبره، یکی از جزاهایی که در دنیا به ما و شما داده میشه به شکل رنج و غمی است که ما نمیفهمیم. از تمام نعمت ها برخوردار هستیم، پدر، مادر، خانه، کاروبار، کل چیز. بازم قد خود میشینیم باز میگیم چی خواهد شد، چی خواهد شد، چی تو شود. الله متعال تمام نعمت ها را به ما فراوان کرده، برای ما فرستاده، ما را در میان نعمت ها قرار داده، لیکن بازم ما رنج و غم میکشیم. پس این دلیل به این است که امو گناه ها و خطاهایی که در پنهانی انجام دادیم از ما مغفرت بخوایم، آمرزش بخوایم، توبه بخوایم تا الله متعال مشکلات ما را رفع بسازه. سوم، ناامید هستیم. ناامیدی از طرف شیطان است. الله متعال می فرماید قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای پیامبر، به بندگان ما بگو کسانی که در اسراف کردن، در گناه، یعنی بسیار زیاد گناه انجام دادن، حالی ناامید شدن، حالی فکر میکنن که الله دیگه از ما روی گردانه، دیگه به هیچ وقت ما رو نمیبخشه. نخیر، میگه تو نیست. لا تقنطوا من رحمت الله. از الله ناامید نشوید هیچگاه. دروازه الله تا وقتی که رمق باقی است، یک نفس باقی است، دروازه توبه و استغفار باز است. الله میبخشه. الله بخشنده و مهربان است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بدون شک و شبهه که الله متعال تمام گناهان را میبخشه. چی وقت میبخشه؟ در این زندگی میبخشه که مرد دیگر بخشش نیست.
و آخرین سوال می است که وقتی برنامه تمام است، خب رنگ خانه کعبه چرا سیاه است؟ به خاطر چرکورداریش، وگرنه دیگه کدام گپی نیست. میشه که سبز باشه، میشه که دیگر رنگ ها هم باشه، سفید دیگه، لیکن به خاطر از اینکه بسیار زیاد مردم میروند اوجا خدا غلاف کعبه را میگیرن، از این خاطر سیاه انتخاب کرده هستند. والله الان تا جایی که ما معلومات دارم امی هستم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. شما را تا هفته آینده به الله یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.